سلام. امروز میخوام در مورد اینکه چطور یه VPSی داشته باشیم با هم صحبت کنیم. قبل اینکه کار شروع کنیم، من همیشه از یه فیلتر شکن خوب استفاده میکنم، یعنی از یه VPN خوب استفاده میکنم. VPN خوب VPNیه که وقتی توی سایتی مثل ipleak.net میاین، اینجا سرچ میکنین، هیچ نشونی از نقص یا چه میدونم فرار داده نباشه. الان من VPN امو روی فرانکفورت تنظیم کردم. میبینین که اینجا هرچی داره سرچ میکنه، الان اینجا برفرض 200 تا هیت یا 200 تا بازخورد داشته، 206 تا، و هیچی غیر از این IP من که بهش وصلم پیدا نکرده. و من خیالم جمعه، با خاطر آسوده میتونم توی هر سایتی برم، خاطرم جمع باشه که احتمال اینکه اون سایت بفهمه من از کجا بهش وصل شدم خیلی کم میشه. خب این اولین چیزی بود که خواستم در مورد صحبت کنم. این سایت آیپلیک هم خیلی خوبه، بهتون نشون میده که وضعیت آیپیتون در چه حاله. حالا میریم کارمون رو شروع میکنیم. خب جاهای خیلی زیادی هست که شما میتونین اشتراک VPS از اون تهیه کنین. جایی هست حتی خیلی از یوتیوبرها، خیلی از دوستان میان پیشنهاد میدن، حالا به هر دلیلی یا حق تبلیغات دارن میگیرن یا صلاح میدونن که به عنوان مثال اون VPS خوب کار میکنه. ولی یکی از نکاتی که باید خیلی بهش توجه کنیم اینه که ما تو خیلی از کاربردها دوست داریم که اطلاعات محرمانه و شخصیمون افشا نشه. یعنی از یه جایی باید بگیریم که احتمال نشر اطلاعات توش کم باشه، سابقه خوبی داشته باشه و بشه با کریپتو ازش خریداری کرد. یکی از سایت هایی که من خودم باهاش کار کردم و ازش راضی بودم، این وبسایت hostbrr.com که شما اگه سرچ هم میکنین، من اینجا الان سرچ کردم، این براتون بالا میاد. کلیک میکنیم داخل چنین صفحه‌ای میشیم. اینجا یه سری گزینه‌ها هست که حالا بعضیشون گذشته، مثل این بلک فرایدی و چه میدونم استوریج باکس و این چیزها رو کار نداریم. این چند تا برامون خیلی جالبه. مثلا به عنوان مثال این میگه من AMD رایزن سری 9 رو دارم، بعد VPS هم بهتون ارائه میدم، Virtual Private Server. اینو میزنم ببینم چه اطلاعاتی رو به من ارائه میده، آیا چیزی هست که من دنبالش هستم یا نه. خب اینو که میزنم میبینم مشخصاتی که اینجا هست. میگه اگر یه هسته یا یک کور CPU بهتون بدم، 1 گیگابایت رم، 15 گیگابایت استوریج و پهنای باند 10 گیگابیت بر ثانیه و حجم 3000 گیگابایت، بهتون یه ماه میدم $4.3. 3 ماهش اینقدر و 6 ماه و همینطور چیزهای دیگه. البته اول آدم با یه ماه تست میکنه، اگه راضی بود میتونه افزایشش بده. چیز قوی تر بخوایم، این رم 1 گیگ بوده، رمش اگه 2 گیگ باشه و حجم 3 گیگ بهتون، فضای ذخیره سازی 3 گیگ بهتون بده با همون سرعت 10 گیگابیت پر سکند و 5000 گیگابایت بهتون اجازه استفاده از پهنای باند بده. در کل این یه ماهش هست $5.5. 2 گیگ رم شده، یعنی چیزی که نسبت به این بوده اینطور بوده، و حالا 4 گیگش به عنوان مثال هست $11 و این حرفا. پس این طرحش بوده. یعنی اولی رو دیدیم. حالا اینو اگر ببینیم چیه، این Virtual Dedicated Server، این VPS بوده، این Virtual Dedicated Server یعنی سرور اختصاصیه. خب اینا مسلما گرونتره. میگه اگر با سرعت 1 گیگابیت پر سکند بخوای، اینه 10 گیگابیت پر سکند این شکلیه که اگه نگاه کنیم ببینیم یه ماهش از $9 و 6 گیگ رم داره. خب خیلی قوی تره. فضای ذخیره سازی 75 گیگابایت بهتون میده، سرعتش همون 10 گیگابیت بر ثانیه است و همین دیگه چیز عجیب غریب خاصی توش نیست، ولی خب قیمتش بیشتر و
میگه این ددیکیت اختصاصیه. پس انتخاب ما همین انتخاب اولیه میتونه باشه، یعنی این. خب پس من میگم من اینو میخوام سفارش بدم، روش کلیک میکنم به عنوان مثال. خب میگه این یه ماهه داری میگیری با این مشخصات، از تاریخ 4 جون شروع میشه تا 4 جولای و کوپونی هم که ما نداریم تخفیف اینجا بگیریم. کانتینیو رو میزنیم. اینجا برای اینکه سفارشمون رو بدیم میگه یا ثبت نام کنین یا لوگین کنین. ما اینجا میتونیم ثبت نام کنیم، ولی خب ترجیح ما اینه که برای ثبت نام از اطلاعات شخصی خودمون استفاده نکنیم، به 2 دلیل. 1، دوست نداریم اطلاعاتمون همه جا پخش و پلا باشه. 2، اگر تشخیص داده بشه که ما از ایرانیم، ممکنه خلاصه هر سایتی هم بگه من مشکل ندارم با ایران، ممکنه یه دفعه شما رو بند کنه یا دسترسیاتون رو محدود کنه. دوباره یه گریزی هم بذاریم برگردیم، میبینیم که 900 هیت اینجا دریافت شده و حتی یک نشونه کوچیک هم از این که ما از ایران داریم رصد میکنیم یا داده ها رو داد و ستد میکنیم وجود نداره و نشون میده که امنیت ما تو مرحله خیلی خوبیه. یه توضیح بدم در مورد این که وقتی من دارم صحبت میکنم و همزمان تایپ هم میکنم روی کیبورد، کیفیت صدام پایین میاد، شبیه آدمای بیدندون پیر میشم، خیلی خنده‌دار میشه. پس این جایی که میبینین کیفیت صدا یهو عجیب غریب میشه و خیلی بد میشه تو حرف زدن من تو اون تایم دارم تایپ میکنم یا به تازگی تایپ کردم، 1-2 ثانیه ازش تازه گذشته، این یه خورده بعد براتون صدا پخش میشه. حالا این مشکل سیستم منه، چون وایس داره از طریق خود لپتاپ ضبط میشه، چیز خاصی من تجهیزات خاص و پیشرفته‌ای ندارم. واسه همین من پیش ازتون عذرخواهی میکنم، بعضی جا ممکنه صدا با مشکل مواجه بشه. برای پر کردن اطلاعاتمون ما دوست داریم که از یه سری اطلاعاتی که واقعا نیاز به دادنش نیست پرهیز کنیم یا صلاح میدونیم از اون اطلاعات استفاده نکنیم. اینجا من میخواستم با اطلاعاتی از انگلیس این قسمت رو پر کنم، ولی خب یادم اومده که من فعلا از فرانکفورت یا آلمان وارد شدم، پس سعی میکنم اطلاعاتی از آلمان وارد کنم. اینجا سرچ کردم که آقای جرمن رندوم آدرس جنریتور به من بدین. اینکه آدرس جنریتور رو به من داد، میام میبینم خب من از فرانکفورت بودم. البته نیاز نیست اینقدر دقیق کار کنین، خب من دوست دارم یه خورده دقیق تر کار کنم. خب اینجا آدرس رو به من داده و کد پستی، شماره تلفن و حتی مختصات جغرافیاییش هم به من داده. حالا از این اطلاعات برای ثبت در اینجا استفاده میکنم. اسم و فامیلی رو هرچی دوست داریم میتونیم بذاریم. مثلا من یه اسمی همینطوری گذاشتم به عنوان مثال احمد. برای لاست نیم اسم این کانال رو گذاشتم. کشورمون خب مطمئنا آلمانه و استیت انتخاب کردم. کد پستی ما اینجا زیپ کدمون اینجا هست و آدرس، ایمیل الان پر نمی کنم، در مورد ایمیل میخوام توضیح بدم. آدرس رو از این قسمت میگیرم برای استریت، این ادرس وان، شهرمونم اینجاست، اینم از شهر. برای ایمیل من توصیه اکید من به شما اینه که از ایمیل موقت استفاده نکنین، به 2 دلیل. یه دلیلی که کمتر اهمیت داره، ممکنه سیستمی ایمیل رو قبول نکنه یا دسترسی شما رو محدود کنه، و دلیل اصلی که میگم از ایمیل موقت استفاده نکنین چون شما هر بار این VPS تون رو ریست کنین یا نیاز به یه سری تنظیمات بارگذاری اولیه داشته باشین، این به شما یه ایمیل میده که توش نام کاربری و
پسوردی هست که میتونین به VPS تون از طریق SSH وصل بشین و این پسورد از طریق ایمیل براتون میفرسته. اگر به ایمیلتون دسترسی نداشته باشین به احتمال خیلی زیاد دچار مشکلات خیلی بدی میشین توی این قضیه و حتما نیازه که شما یه ایمیلی بدین که بهش دسترسی داشته باشین. دسترسی موقت فایده نداره. البته این نکته هم بگم، من اینجا چون کارم تسته اومدم این ایمیل خودم رو به پلتفرم داک وصل کردم. به این که وصل کنیم میتونه به شما آدرس های موقت بده، ولی این نامه ها برمیگردن تو ایمیل خودتون. شما هر موقع دوست داشتین میتونید آدرس موقت جدید بگیرین یا این آدرس رو بند کنین یا آدرس دیگه به وجود بیارین، ولی خوبیش اینه که این دقیقاً لینک میشه به ایمیل اصلیتون. یعنی الان من اینو که میدم، هر پیامی هر وقت به این آدرس داده بشه میاد به ایمیل اصلی من. خب حالا برای پسورد یه پسورد مناسب براش انتخاب میکنیم. من اینجا یه پسورد براش میذارم و ریکاوری ایمیل که اپشناله، اینم که اپشناله، میگه من میخوام چه میدونم از این چیزا خبر داشته باشم یا نه. خب من سیو میکنم برای اینکه بهش دوباره دسترسی داشته باشم. میبینم که اینجا وارد اکانتم شدم به راحتی و زیبایی، اکانتم ثبت شده و حالا میتونم کار رو ادامه بدم. یه وریفیکیشن ایمیل اومده برام، ایمیل تایید اومده و اینو باید تایید کنم. اگر تایید نکنم میگه یه سری از کارایی ها و خدمات سایت براتون معلق میمونه تا اینو تایید کنیم. میبینیم که این به این آدرس فرستاده ولی به دست من رسیده، چون از این پلتفرم استفاده میکنم. ولی اگه دوست داشته باشیم میتونیم در مورد اینم به موقع صحبت کنیم. خب من اینو کلیک میکنم. خب اینجا میگه ایمیل ادرس ما وریفاید شد به درستی و میتونیم حالا کار رو خیلی راحت ادامه بدیم. حالا که حساب کاربری ایجاد کردیم، خب اون طرحی هم که میخواستیم انتخاب کردیم، موقعش اینه که با زدن این تیک و چک اوت اند پی بریم برای پرداخت کردن. برای پرداخت شدنش گزینه‌های متفاوتی وجود داره. میتونیم با پیپل کار کنیم که خب از طرف ما واقعا چالش و دردسر بزرگیه واسه ما که تو ایران زندگی میکنیم. میتونیم از پرداخت BTC و بیت کوین استفاده کنیم. اینجا میتونیم از کردیت کارت هم استفاده کنیم که حالا یه سری از سایت های خدمات رو به ما میدن. کردیت کارت مجازی میتونیم بگیریم و باش پرداخت کنیم، ولی خب چه کاریه وقتی به این راحتی میشه با ارزهای دیجیتال پرداخت کرد. چرا آدم دنبال این چیزا بره؟ یکی از دلایلی که من این سایت رو بهتون معرفی کردم همین که از امنیت خیلی بالای برخورداره و سابقه خیلی خوبی در کار داره، مثل خیلی از سایت هایی که دوستان معرفی میکنن برای تبلیغات و درصد میگیرن نیست. پلتفرم هایی که روش حالا نرم افزار عجیب غریب وصل و اطلاعات رو رصد میکنن از این حرفا، اینجا این یه عقبه خیلی پاکی داره. ما نه داریم تبلیغاتش میکنیم نه هیچی. من فقط دارم معرفی میکنم چطور میشه از یه سایت یه VPS با کیفیت گرفت. در این قسمت حالا که من انتخاب کردم میخوام با بیت کوین پرداخت کنم، البته با چیزهای دیگه هم میشه پرداخت کرد. توجه داشته باشین قبل اینکه وارد این قسمت بشین، این مبلغی که میخواین پرداخت کنین و از صرافی به کیف پولتون انتقال داده باشین، چون صرافی ممکنه یه خورده با تأخیر این تراکنش رو انجام بده. هرچند تأخیرات نسبتا کم و این قبول میکنه، ولی میگه من نهایت 10 دقیقه تا یه ربع این تراکنش رو براتون نگه میدارم. پس سعی شما این باشه که لطفاً این مبلغ بیت کوین یا حالا هر چیز دیگه که بهتون میگم و داخل کیف پولتون داشته باشین، نه داخل صرافی، که سریعتر بتونین بفرستین. اینجا پیویت BTC پی رو میزنیم. اینجا براتون مبلغ پرداخت رو میاره که با دیتیل میتونین ببینین و
مقدار چیزی که دقیق باید بفرستین خواهشاً مقدار رو توجه کنین. وقتی دارین میفرستین حتما به کارمزد توجه کنین، چون کارمزد باید از اون مبلغ کم بشه و اگر کمتر برسه دردسر میشه براتون بخوام تراکنشو عوض کنین و این چیزا. میگه با چیزای دیگه هم من میتونم پرداخت کنم مثل لایت کوین، دوش کوین و استیبل اند آلت کوینز. من اگر بخوام تغییر بدم بگم آقا من الان بیت کوین ندارم یا تو کیف پولم چیز دیگه دارم میخوام با اون پرداخت کنم، خب این صفحه میاد میگه دوست داری با چی پرداخت کنی. من میگم به عنوان مثال چه میدونم میخوام با سولانا پرداخت کنم. خب بعد اینو که میزنم بعضی وقتا یه مشکلی پیش میاد. مشکل چیه؟ مشکل اینه که من اینجا 4.3 دلار رو میخوام پرداخت کنم. خب این میگه اروری که میگه من حداقل چیزی که میتونم ازت قبول کنم 6.72. خب اینجا ولی من چیزی که داشتم پرداخت میکردم کمتر از این بود. یعنی شما 2 تا کار میتونین انجام بدین، یا یه طرح گرونتر بگیرین، مثلا به جای 1 گیگ 2 گیگ بگیرین که 5 دلار خوردی میشه، اونو اینجا میتونین تبدیل کنین استیبل کوین با سولانا یا چیزای دیگه، یا اینکه همین بیت کوینی که اونجا داشتین رو مصرف کنین. اینجا 2 تا شرایط وجود داره براتون. بعضی وقتا ممکنه نرخ کارمزد شبکه بیت کوین بالا باشه، ممکنه مثلا 6-7 دلار 5 دلار کارمزد بگیره. خب این کارمزد واقعا نمیصرفه. شما یه طرح بالاتر اگه بگیریم به عنوان مثال چه میدونم 5.5 دلار، اومدی 1 دلار داری اضافه تر پول طرح میدی، ولی میای با یه ارزی پرداخت میکنه که کارمزد پرداختش مثلا زیر 1 دلاره. خب این برات خیلی به صرفه تره تا اینکه بخوای با یه چه میدونم کوینی پرداخت کنی که کارمزدش زیاده. به کارمزد خیلی توجه کنین و اگر داخل کیف پولتون دارین خیلی راحت میتونین همینو پرداخت کنین. اگر میخواین از صرافی جابجا کنین هم به زمانش باید خیلی پایبند باشین، هم به اینکه میزان کارمزد چقدره. توصیه من اینه اگر ارز خاصی توی کیف پولتون ندارین و از بیت کوین میخواین استفاده کنین، شاید کارمزد بیت کوین بالا باشه. یه سری ارزها مثل سولانا و مثل چه میدونم اتریوم، اینا تو بعضی از بسترها میزان کارمزدش رو خیلی پایینه، از اونا استفاده کنین. این توصیه من به شماست. اگر هم میخواین تبدیل کنین اینجا از استیبل آلت کوین استفاده کنین، چون این حداقل چیزا رو انتخاب میکنه، باید از این مبلغ خود بیشتر باشه. برای اینکه بیشتر باشه شما باید یه طرح بالاتر بگیرین. خب این تمام توصیه من به شما بود و اینو پرداخت میکنه تمام میشه. من الان پرداخت شده شو دارم، برمیگردیم به اون اکانتم که پرداخت شده و با هم کار دنبال میکنیم. به عنوان مثال من اینو قبلا برای خودم پرداخت کردم. میبینیم که 11 می بوده تا 11 جون تاریخ داره، تقریبا یه هفته دیگه این از تاریخش مونده. میبینیم که هیچ مشکلی براش پیش نیومده بوده. من اینجا یه سرویس دارم، یه سفارشی هم از قبل داده بودم که پرداخت نکردم، داشتم تست میکردم، ولی خب اونی که پرداخت کردم یه ماه نگاه کنیم من این 5.5 دلار رو گرفته بودم، چون زمانی که داشتم پرداخت میکردم اگر از بیت کوین میخواستم استفاده کنم 6-7 دلار کارمزد میگرفت. خب برام خیلی زیاد بود. من اومدم 1 دلار گرونتر دادم، یه چیزی گرفتم که با یه کارمزد مثلا کمتر از نیم دلار تونستم اینو پرداخت کنم و خب این ولی برام خیلی به صرفه تر بود. میتونین شما این کار نکنین، میتونین به جای اشتراک 1 ماه اشتراک 3 ماهه رو بگیرین و خب خیلی راحت با هر ارزی دوست دارین پرداختش کنین. این دیگه هیچ مشکلی نداره مطمئنا. من در مورد 1 ماه صحبت کردم چون اکثر دوستان 1 ماه میگیرن که تستش کنن. وارد این قسمت که میشیم میبینین که من از یه اسم فامیل استفاده کردم یا آدرس یه جای دیگه است و از کشور انگلیس گفتم، حالا آدرس رو ثبت کردم هر چیز دیگه ای. میخوایم ببینیم حالا اینو خریدیم چطور باید بریم سر تنظیمات این وی پی اس مون. بعد اینکه پرداخت کردیم و سرویسمون فعال شد، میایم اینجا سرویس ها رو میزنیم.
سرویس ها رو که زدیم وارد این صفحه میشیم. اینجا میایم گزینه منیج رو میزنیم. اینجا میاد میگه که آقا استاتوس یا وضعیت ما فعاله، تاریخی که من باید شارژش کنم مثلا اینه و هر چیز دیگه اطلاعاتی که اینجا هست. و اینجا میایم بعد اینکه منیج رو زدیم میایم منیج سرور رو میزنیم و وارد این صفحه VPS ما میشیم. اینجا تنظیماتش دیگه با خودتونه، اینا چیزایی است که قرار نیست اینجا در موردش صحبت کنیم و میبینیم که میتونیم SSH بزنیم خیلی راحت و کارهایی که دوست داریم رو میتونیم انجام بدیم. خب اینجا من تعریف نکردم چون ما معمولا SSH رو از طریق اپلیکیشن های دیگه بدون که وارد اینجا بشیم میتونیم انجامش بدیم. بعد اینکه اینجا وارد شدیم من میتونم اینو به عنوان مثال ریستش کنم، بگم که اصلا اینو شما برای من بیا از اول برای من تنظیم کن. بگو که خب من اینجا الان از قبل تنظیماتی دارم روی سرورم، میرم توش یه جایی خرابکاری کردیم، خراب شد، هرچی شد. اینجا یه سری گزینه‌ها داریم، میتونم سرور رو خاموش کنم، میتونم ریستارت کنم و میتونم ریبیلد کنم. وقتی ریبیلدش میکنم میگم آقا این هرچی توش هست و بریز دور، دوباره اینو صفر به من تحویل بده. خب این ریبیلد. وقتی اینو زدم میگه اسمش چی باشه، میتونیم یه اسم رندوم براش بذاریم، هر چیزی میتونیم هم یه اسم خودمون دلمون میخواد بهش بدیم. تا امروز ما این چیزا رو کار نداریم. سیستم عامل رو میگیم سیستم عاملش اوبونتو باشه. معمولا از اوبونتوی 24 کمتر استفاده میکنن، از 22.04 خیلی بیشتر استفاده میکنن. میگم 22.04 باشه و سواب اسپیس اینو به حالت پیش‌فرض بذاریم باشه. این برای زمانی که نیاز به رم داره. حالا فعلا که اینجا نیاز نیست، اینجا نیازی نداریم فعلا SSH کی استفاده کنیم. دوست داشتینم میتونید استفاده کنین، تنظیمات اینا با خودتونه. بعد من میام میگم این گزینه رو میزنم، میگه مطمئنی؟ میگم بله معلومه مطمئنم و دوباره تمام تنظیمات رو از اول انجام میده و این VPS من هرچی توش بوده رو پاک میکنه و صفر دست نخورده مثل روز اول تحویل من میده، میگه بفرما هر کار دوست داری باهاش انجام بده. بعد برای شما یه IP و یه پسورد براتون میفرسته که اونم با هم نگاه میکنیم تا با اون بتونیم تنظیماتتون رو انجام بدیم. خب الان سرور رو داره بوت میکنه و میگه کار من انجام شد، سرور الان رانینگه، همه چیش اوکیه. 2% از سی پی یو داره استفاده میکنه، کمتر از 10% از مموریش مصرف شده و همه چی امن و امانه. حالا بریم ببینیم چه چیزایی رو برای ما فرستاده. خب اینجا به من ایمیل داده، من این ایمیل رو نگاه میکنم، میگه که سرور شما راه اندازی شده، اوبونتوی سرور شما 24.04. حالا اون ورژناش کاری نداریم. میگه شما میتونین SSH بزنین، به سرورتون وصل بشین توسط این اطلاعاتی که من اینجا بهتون میدم. این آدرس IP سروره، این پورتش معمولا از پورت 22 استفاده میکنم. میگه یوزرنیم روته و اینم پسوردته. برای اینکه SSH بزنی باید از این یوزر پس استفاده کنی. ما SSH میزنیم، به این وصل میشیم و یه نگاه بهش میندازیم ببینیم چه خبره. من برای SSH زدن از نرم افزار پوتی استفاده میکنم. شما میتونید خیلی راحت اینو دانلودش کنین. پوتی رو که دانلود کردین اجراش میکنین، حالا بستگی به سیستم عاملتون اینو اجرا میکنین. صفحه میاد بالا میگه host name or IP address. خب من آدرس IP که این سایت توسط ایمیل برای من فرستاده بود و IP VPS من اینجا وارد میکنم. پورتش 22. اگر از فیلتر شکنی استفاده میکنیم که کل سیستم رو فیلتر میکنه همینجا برای ما کافیه. در غیر این صورت باید از پروکسی استفاده کنیم. پروکسی رو حالا تنظیمات پروکسی چیزی که اینجا ما بهش نیاز نداریم، ولی خب شما اگر اینترنتتون فیلتر باشه و از کانفیگ های ویتوری بخواین استفاده کنید
باید اینجا بیاین و تنظیمات رو عوض کنین و پراکسی تایپتون رو مثلا باید HTTP بذارین. خب HTTP میذارین، پورتتون رو، اون پورتی رو که میدین ویتوری بهش نیاز داره، حالا 10808 حالا 1080 در چی هست الان حضور ذهن ندارم، و هاست نیمش هم که احتمالاً باید 127.0.0.1 باشه و بس میشید همین. حالا اینجا برای اینکه هر بار ما خودمون اذیت نکنیم، من این اطلاعاتی که اینجا دارم رو میتونم ذخیره کنم. اینجا یه اسم بهش میدم، مثلا میگم اینو سیف کن برای من. اینجا سیف شده، هر بار که از این من واردش میشم دیگه نیاز نیست اینا رو بدم، اینو میزنم و لود میکنم، اینو خودش اینجا میاد. حالا میزنم اوپن میشه، باز میشه. بار اول اکسپت رو میزنم. خب یوزرنیم من روت بوده، میزنم. پسورد من کپی کرده از قبل دارم، اینجا یک کلیک میکنم که روی این صفحه بدونم هستم، یه دونه راست کلیک میکنم، همین. اینجا پیست نداره، راست کلیک کردم خودش پیست شده است. اینتر رو میزنم. الان میبینید که وارد VPS خودم شدم و الان هر فرمانی رو که بخوام میتونم تایپ کنم. خب حالا با این اطلاعاتی که داریم وارد سایت کلادفلایر میشیم. وارد کلادفلایر که شدیم با اکانتمون وارد فضای کاربریمون میشیم. خب اگه خاطرتون باشه ما قبلا اومده بودیم نیم سرور رو اینجا معرفی کرده بودیم تو کلادفلایر و این تیکو گرفته بودیم. بعد اینکه نیم سرور رو اوکی کردیم تونستیم دامینمون رو توی کلادفلایر سیف کنیم. خب بعد اینکه این کار کردیم می اومدیم داخل SSLTLS روی اوورویو کلیک میکنیم. اینجا سری گزینه ها برای ما نمایش داده میشه. میگه الان انکریپشن ما فوله. خب خیلی خوبه، بر رو گزینه فول باشه. اگر مشکلی بود میتونیم وارد قسمت کانفیگر بشیم و گزینه ها رو دنبال کنیم. البته اینجا من گزینه رو که زدم، کانفیگر رو زدم، گفته ریکامند من اینه که روی این گزینه باشه. حالا ما میذاریم روی ریکامندی که گفته باشه. اگر سیوش کنم، خب اینجا کماکان روی فول هست، ولی خب اون گزینه رو از روی این قسمت رفته بودیم و تنظیم کردیم روی چیزی که خودش ریکامند کرده بود. توی این مرحله میتونیم کارو فعلا تا اینجا نگه داریم، بریم روی SSH زدن، یه سری کارا رو اونجا انجام بدیم و بعد کارمون رو پیگیر بشیم. اینجا رو تنظیمی که از قبل انتخاب کرده بودم لودش میکنم، میبینیم که اومده، دیگه نیاز به کار خاصی نداریم. اوپن رو میزنم. اوپن که زدم اینجا میاد لوگین، میگه یوزرنیم چی باشه، مطمئنا روته. پسورد رو من اینجا کپی میکنم با کنترل C. کپی که کردم اینجا دیگه کنترل V و هیچی نمیذارم، فقط یه راست کلیک روش میکنم. این راست کلیک که کردم خودش اینو اینجا پیست کرده، ولی خب واسه امنیت چیزی رو نشون نمیده. اینتر رو میذارم ببینم وارد شدم. به عنوان روت وارد شدم. الان به VPS هم وصلم. الان هر کاری تو این صفحه بکنم انگار دارم روی VPS هم انجام میدم، به همین راحتی. خب حالا چیکار می‌خوایم بکنیم و با هم ادامه میدیم. اولین کاری که می‌کنیم این دستور apt update رو میزنیم که سرورمون برنامه‌اش آپدیت باشه. حالا یه بار کار کردیم دوباره انجام میدیم. خب میگه من الان تمام پکیج‌های من آپدیته. خب من اینو پاکش کنم که شما صفحه رو راحت‌تر ببینید. خب میایم یه پنلی رو نصب می‌کنیم به اسم پنل صنایعی. این پنل خیلی پنل جالبیه، کار خیلی قشنگی رو برای من انجام میده. اینو کپی می‌کنم، میام اینجا و کلیک راست موس فشار میدم، میبینیم که خودش پیست کرد. اینتر رو میزنم و شروع میکنه به نصبش. این وسط حالا چند تا سوال ممکن از من بپرسه. ثبت میکنیم. خب میگه چیکار میخوای بکنی؟ من اینجا اوکی میزنم، این رد کار خاصی ندارم. میگه میخوای یه پورت
مخصوصی بهش بدی؟ میگم نه، هر پورتی خودت دوست داشته باشی. البته اگه دوست داشته باشی من میتونه یه پورتی که خودمون میخوایم بهش بدیم و این هم یه اینتر میزنیم، فقط اینتر میزنیم، میذاریم رد بشه. حالا که نصفش رو پایان رسید یه سری اطلاعات اینجا به ما داده از بابت اینکه چطور میتونیم دسترسی داشته باشیم اینجا. خب من از این اطلاعات میتونم استفاده کنم برای اینکه به این پنل دسترسی داشته باشم. یعنی به عنوان مثال اگر من بیام این access URL رو فقط انتخاب کنم، اینو فقط انتخاب کنم، این کپی میشه، نیاز به کنترل سی و چیز دیگه ای ندارم. فقط این هایلایتش کردم، این کپی شده، میام اینجا پیستش بکنم، اینجا میام پیستش میکنم، میبینم که بله پنل بالا اومده و خب یه یوزر پس میخواد. یوزر پسش هم اینجا به من داده هست. کن یوزر نیمش من این فقط انتخاب میکنم، میارم اینجا پیستش میکنم و پسورد هیچ جا کنترل سی نزدم و همینجور انتخابش میکردم، این خوش خودکار کپی میشد. ولی اینجا برای پیست کردن کنترل وی رو میزنم، لوگین رو میزنیم، وارد صفحه میشیم، میگه سیو کنم، میگم سیوش کنم برای من نگه داشته باشه. البته نباید سیوش میکردم الان چون میخوام عوضش کنم پسوردشو. خب وارد پنل ستینگ میشیم، بریم تو قسمت جنرال، میتونیم اینجا زبان رو روی فارسی بذاریم، ولی خب فعلا ترجیح من اینه که همون انگلیسی باشه. میریم قسمت اوتنتیکیشن، اینجا بعد یوزر نیمون رو عوض کنیم، این چیزی که خود حالت پیش‌فرض به من داده بود و میگیرم و یه یوزر نیم جدید براش میذارم و برمیگردم. این فقط کلیک کنم خودش کپی میکنه، اگه کنترل سی بزنم نصب و کنسل میکنه یا هر برنامه دیگه ای رو. خب میگه یوزر نیم جدید یه اسم میذاریم، حالا به عنوان مثال همینجوری یه اسم میزنیم. پسوردم میگیم پسورد ما رو عوض کن، کانفرمش که میکنیم، بعد با یوزر پس و پسورد جدید دوباره وارد میشیم. بله حالا پسوردمون هم عوض شد. خب حالا دوباره برمیگردیم به کلاودفلر، کارمون رو اینجا دنبال میکنیم، میایم دوباره وارد DNS میشیم، رکوردهای DNS مون رو میاریم، یه رکورد DNS رو میتونیم حالا اینجا ایجاد کنیم، add DNS record، و اینجا میگه شما باید یه اسمی رو به ما بدین. میگه اگر ادساین بذارین روت میشه، حالا این چیزا رو کار نمیه، اسم مثلا هر چیزی میتونیم بدیم تکست، و میگه اینجا باید بیای اون آی پی اون وی پی اس تو به من بدی. یعنی این آی پی که من اینجا برای وی پی اس داشتم، این آی پی رو کپی میکنم میارم اینجا میذارم. این شد اینجا. این که پروکسی رو الان خاموش میکنم چون در ادامه بهش نیاز دارم. سیو رو میزنم. اینجا میبینیم که این قضیه این شکلی شده و این اکانت بر ما درست شده. تایپش حتما باید A بوده باشه، چیز دیگه رو برمی‌داریم A میذاریم که با IPv4 کار کنه، حالا هر چیزی. خب اینجا حالا تو ادامه میایم این اسمی که اینجا به دست آوردیم که این قسمت رو اضافه کردیم تستات رو به این نیمی که داشتیم، دامینی که داشتیم اضافه کردیم که شد test.recruity. حالا هر چیزی، اینو میایم اینجا، این کدی که من در اختیارتون میذارم، این قسمت به این انتهای کار من اضافه کردم، شما به همین اضافه میکنین. قسمت رو الان ایجاد کرده بودیم دیگه، این قسمت رو این به این اضافه شد. حالا کارمون دنبال میکنیم. چیکار میکنیم؟ این قسمت رو apt install certbot رو کپی میکنیم و داخل پنلمون، داخل پوتیمون اینو میزنیم. اینجا میخوایم سرتیفیکیت بگیریم برای اینکه امنیت کارمون رو بالا ببریم. خب نصب اینو تمام کرده. حالا اینو میگیریم، کپی میکنیم
و میایم اینجا پیستش میکنیم. خب اینم ثبت کردیم، تمامش کرد. اینجا دو تا چیز رو به من نشون داده، میگه successfully receive certificate، میگه certificate رو به درستی نصب کردم، اینم تاریخشه. دو تا کد به من میده اینجا، یعنی 2 خط به من میده. این 2 خط برام خیلی مهمه، من اینو کپیش میکنم، یعنی انتخابش کردم خودش کپی شده. بعد میام اینجا برای خودم ذخیرهش میکنم، اینجا ذخیرهش میکنم. به این 2 خط من نیاز دارم برای سرتیفیکیت گرفتن. حالا که این 2 تا کلید رو به دست آوردیم، کار رو ادامه میدیم. وارد پنلمون اگه بشیم، من برای راحتی کار زبونش فارسی میکنم، ولی خب قبلش بگم این الان آدرس این سرور ماست، یعنی آدرس VPS ماست و با این پورتش میبینیم که وصل شدیم. ما الان خیلی راحت بدون SSH الان اومدیم با یه آدرس لینک به سرورمون وصل شدیم. پس این کار رو تونستیم انجام بدیم. میایم زبان رو فارسی میکنیم برای ادامه کار. شاید بعضی از دوستان راحت تر باشن، ولی خب معمولا انگلیسی کار میکنن. خب من اینجا نیاز دارم که یه سری اطلاعات رو مرتب کنم، از این 2 تا میخوام استفاده کنم و این پورت رو باید یادداشت کرده باشم، شاید به کارم بیاد. این پورت من 34C بوده. این URL مسیر رو حتما نیاز دارم داشته باشم، اینم URL مسیر منه. این 2 تا رو نگه داشتم تا جلوتر که نیاز بود اینو اجرا کنم. میرم وارد سربرگ گواهینامه ها میشم، میگه کلید عمومی رو اینجا وارد کن و کلید خصوصی هم مسیرش رو اینجا. خب وارد میکنیم. این کلید عمومی من، فول کین من عمومیه، چون فول کین نوشته خودش، این عمومی، این هم خصوصی، این هم خصوصی و ذخیره رو میزنیم. اگر راه اندازی مجدد پنل رو بزنیم، میبینیم که با خطا مواجه شدیم. حالا باید چیکار کنیم اینجا رو؟ خب حالا باید چطور وارد بشیم؟ ما اینجا اومده بودیم از این آدرس استفاده کرده بودیم برای سرتیفیکیت گرفتن. منم از این آدرس استفاده میکنم. از این آدرس که استفاده کردم میام شماره پورت میذارم. پورت من کم بوده، پورت من بوده 34C و اون آدرس اضافی که گفتم به کارمون میاد اینجا میزنیم. حالا اگر من اینتر بزنم، میبینیم که حالا وارد پنلمون با این آدرسی که خودمون درست کردیم از کلادفلر میشیم. خب ما یه یوزرنیم اینجا درست کرده بودیم، یه پسوردی هم داشتیم، لوگین رو میزنیم، ببینیم که بله با همون یوزر پس وارد این پنلمون شدیم. خب تقریبا همه کار رو انجام دادیم. حالا هر چیزی که نیاز هست و اینجا بعد از این میشه انجام داد. ولی خب قسمت مهم کار اینجا بود. حالا دوباره برمیگردیم به این قسمت. حالا میتونیم اینجا تیک پراکسیمون رو روشن کنیم و سیو رو بزنیم بعد اینکه این کار رو کردیم. الان میگه DNS record update successfully. اینجا به من 3 تا ریکامندیشن داده یا 3 تا توصیه کرده. گفته ویزیتورها یا بازدید کنندگان نمیتونن از این آدرس استفاده کنن. چرا نمیتونن؟ اگر من اینجا تو این قسمت به جای تست می اومدم www رو میزدم، خب اون وقت میتونستن از این استفاده کنن و هیچ مشکلی نداشت. خب معمولا ماهایی که از VPS استفاده میکنیم شاید بخوایم حالا واسه خودمون کانفیگ درست کنیم این چیزا، از این روش استفاده نمیکنن، واسه همین از این استفاده نکردیم.
الان هم اگه تغییرش بدم دوباره باید برم همه چی رو از اول تغییر بدم، برام دردسر میشه. پس اینو میذارم اینجا باشه. اینو ما به این شکل درآوردیم که اگر احیانا مثلا این قسمت فیلتر شد، این دامنه ما بتونیم به جای این تست یه اسم دیگه بذاریم و شاید بتونیم دوباره اینو از حالت فیلترینگ در بیاریم. تو این ریکامندیشن دومش اومده گفته نمیتونن ویزیتور یا بازدیدکنندگان مستقیم به این آدرس برن. خب اینم شبیه اونه. اینجا اگر به جای تست من ادساین رو میزدم، یعنی اینجا اگر به جای تست من ادساین رو میذاشتم دیگه هیچ آدرسی نمی اومد اول این و فقط این مستقیم میشد، یعنی آدرس اصلی ما مستقیم میشد که خب بعضی اگه نیاز دارن از اون میتونن استفاده کنن، ولی خب ما اینجا اصلا هدفمون این نبوده، پس اینم دست نمیزنیم. این آخرین گزینه هم میاد میگه که آقا به این آدرس ایمیلی نمیرسه. خب ما نمیخواستیم ایمیلی برسه، دنبال این چیزا نرفتیم، اصلا اینو خیلی راحت میتونیم نادیده بگیریم، این دیگه چیزی نیست. حالا اگر دوست دارین در مورد این تحقیق کنین خیلی راحت میتونین از یه چت بادی چیزی بپرسین، راهنمایی بگیرین و استفاده کنین. این چیزی که تقریبا کسی ازش استفاده نمیکنه. یه نکته هم در مورد این سرتیفیکیت ها بگم. اینجا براتون نوشته بودم این سرتیفیکیت هر 3 ماه باید آپدیت بشه و شما برای آپدیت شدنش فقط کافیه تو همون SSH که دارین، توی همون نرم افزار پوتی که باز شد SSH دارین میزنین، این خط رو بزنین و ران کنین. همین خودش به طور خودکار اینو از 3 ماه دیگه براتون تمدید میکنه. خب برای اینکه ببینیم کارایی این سرور ما چطوره، این آدرسی که ما الان داریم اینجا، آدرس تست ما که اینو درست کردیم، کار میکنه نمیکنه، دیتا میتونیم ازش بخونیم بگیریم، باید توی کامند پرامپت اینو پینگش کنیم، یعنی پینگش رو ببینیم دسترسی بهش داریم یا نه. من فیلتر شکنم رو خاموش کردم برای این کار و حالا میخوایم اینو تست کنیم با هم. بریم تو استارت. اینجا تو سرچ ما میتونیم کلمه CMD رو بزنیم. CMD رو که میزنیم اینجا خودش میاد کامند پرامپت، اینو روش کلیک میکنیم یا اوپن رو میزنیم، فرقی نداره. این باز میشه. وقتی باز شد من میام دستور پینگ رو توش مینویسم. دستور پینگ رو که نوشتم یعنی پینگ، بعد این آدرسی که داریم توجه داشته باشین HTTPS اولش نباید باشه، بعد خود این آدرس خالص باشه و اینو اینتر میکنیم ببینیم به ما اگر یه زمانی رو بده یعنی که بهش وصله. خب همینطور که میبینین بسیار خوب و عالی داره کار میکنه با تایم خیلی کم، زیر 1/10 ثانیه و همه چیش عالیه، خیلی خوب داره کار میکنه. این یعنی این که الان ارتباط ما با سرور ما بدون فیلتر برقراره. یعنی شما اگه کانفیگای خاصی بخواید روی این سرور برقرار کنین، الان خیلی راحت میتونین باهاش ارتباط برقرار کنین. یه موقعی هم ممکنه شما وارد این صفحه پنلتون بخواید بشین، نتونین وارد بشین. بعضی وقتا ممکنه پیش بیاد. اولی که سعی کنین وقتی اینجا وارد میشین VPN تون روشن باشه، چون معمولا با VPN روشن خیلی راحت تر وارد میشه. احیانا اگر نتونستین وارد بشین، یکی از راهکارها اینه که وارد همین صفحه کلاودفلر میشین. توی قسمت DNS تون میاین اینجا توی DNS و رکورد، تو قسمت رکورد از DNS میاین اینجا، میاین این تیک پروکسی رو خاموش میکنین، این سیو رو میزنین، یه 5 دقیقه صبر میکنین، بعد از اون میاین وارد این آدرس میشین. پس بعضی وقتا اگر بالا نیامد میتونیم این روش هم استفاده کنیم. بعد که تنظیماتتون رو انجام دادین یا وارد این شدین، دوباره میتونیم بیاین این تیک پروکسی رو فعالش کنین، روشنش کنین و سیوش کنین. پس این یکی از مشکلاتی که بعضی وقتها ممکنه پیش بیاد. اگه پیش اومد میتونی خیلی راحت بیاین تیک این پروکسی رو خاموش کنین، 5 دقیقه صبر کنین، بعد بیاین وارد این که شدین، حالا دوباره برین تیکو روشن کنین و سیو کنین و به کاراتون برسین.
خب این بود کار ما. تونستیم یه سرور مجازی رو بگیریم، دامنمون رو بهش متصل کنیم، بتونیم از آدرسی که ساختیم استفاده کنیم و از این بعد تنظیماتی که میخوایم انجام بدیم دیگه نیازی نیست وارد چه میدونم SSH و چه میدونم وارد خود سایت VPS مون بشیم. همه رو میتونیم از همین پنل خیلی راحت انجام بدیم. میتونیم بیایم تعریف کنیم چه ورودی‌هایی داشته باشیم برای اضافه کردن کلاینت، اضافه کردن تنظیمات مختلف. اون دیگه بستگی به نیازهای شما داره. موفق باشید.